تسلیت بگیم. ما به عنوان کسایی که اینجا هستیم جمهوری اسلامی رو قاتل اصلی این جنایت میبینیم، مثل جنایات دیگه‌ای که در رابطه با زنان پیش اومده و امیدواریم که عاملین و آمران این جنایت به سزای اعمالشون برسن و در یک دادگاه اینا پای میز محاکمه کشیده بشن. نه به زن ستیزی، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به زن ستیزی، نه به زن ستیزی، نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام. مرگ الهه عزیز پاسبانی جمهوری فاسد اسلامی. زن زندگی آزادی، الهه نماد زن زندگی آزادی. نه به آپارتاید جنسیتی، نه به زن ستیزی، نه به زن ستیزی، نه به زن ستیزی، مرگ بر زن. زنکشی جنایت هست، دفاع از ناموس. حکومت اسلامی تو طول تاریخ بشریت ثابت کرده که ضد زن و بچه کشه. الهه حسین نژاد. الهه صدای آزادی بود که با ظلم رژیم جمهوری اسلامی خاموش شد. ما برای زن زندگی آزادی برپا خیز، برای زن زندگی آزادی برپا خیز، برای زن زندگی آزادی. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. Freiheit für alle politische Gefangenen im Iran. Freiheit für alle politische Gefangenen im Iran. Freiheit für alle politische Gefangenen weltweit.